حس لامسه انسان که عبارت از پوست یا جلد انسان می باشد برای درک عوامل محیطی چون گرمی و سردی، فشار و درد انسان کمک میکنه تا این عوامل تشخیص بده. اینو به خاطر از اینکه ما بتانیم حس لامسه انسان اهمیتش بهتر بر شاگردا تدریس کنیم یا تفهیم کنیم، ما یک فعالیت در نظر گرفتیم. برای اجرای از این فعالیت ما و شما وسایل و لوازمی که ضرورت داریم، به یک دانه کارتن ضرورت داریم و یک تعداد وسایل مختلف. مثلا من 2 بوتل آب گرم سرد گرفتم، 1 تا رومی را گرفتم، پیاز، سیب، کچالو، اسفنج یا جالی ظرفشویی، 1 عدد برس موی، گیلاس و قلم. روش کار چه قسم است؟ پیش از اینکه شما فعالیت شروع کنین، از یک تعداد شاگردایتان میخواین که عملی تنظیم تجربه را نبینن یا متوجه نشوند. اگر یک تعداد شاگردا میبینه مشکل نداره، اما چند تا شاگردایتان بخواین به خاطر که عملیات سر از اونا کار کنین، از اونا بخواین که عملی تنظیم تجربه را نبینن. چی کار میکنیم؟ یک کارتن را که ما انتخاب کردیم بگیرین، در 2 قسمت در 2 کناری از این سوراخ ایجاد کنین. یک اینجا به خاطر از اینکه دست داخل کارتن بره و یک در این طرف. دیگه اطراف کارتن باید بسته باشه. چیکار میکنیم؟ بعدش وسایلی رو که من اینجا گرفتم بیارم و در بین کارتن جابجا میسازم یا در بین کارتن قرار میدم. هدف ما است که چگونه ما میتونیم بدون از اینکه یک شی ببینیم توسط حس لامسه خود رو تشخیص بدیم یا شناسایی کنیم. وقتی با عملیه تنظیم شد، از دانش آموزایی که تنظیم عملیه رو ندیده بود بخواین که یکشان یا 2 تایشان بیاین به نوبت وسایلی که در داخل کارتن قرار داره اونا رو چک کنه و تشخیص کنه. چه قسم دستای خود از اینجا داخل میسازیم، باید هر شی که در اینجا وجود داره رو پیدا کنه و نام بگیره که چیست. مثلا این چیست، این تشخیص بده، باید شناسایی کنه که است یک برس موی، یا مثلا این آب گرم است یا آب سرد، تشخیص بده مثلا آب گرم، یا این آب سرد، بوتل آب سرد. و می روش این چی است، مثلا گیلاس. میشه شما از یک شاگردایتان بخواید که 2-3 اشیا را یکشان پیدا کنه، اشیای باقی مانده را دیگهش پیدا کنه و شاگردای دیگه شاهد باشه که چگونه تشخیص میده. مثلا این چی است، قلم. و همین ترتیب تا آخر تمام وسایل تشخیص بده. ممکن بعضی چیزای باشه در اینجا که دانش آموزا رو تشخیص داده نتونه، مثلا اسفنج. و می سیستم تا آخر تا که اونا بتانن ارزش و اهمیت حس لامسه شان درک کنن که چگونه حس لامسه ما کار میکنه. از این فعالیت که ما شما اجرا میکنیم به این نتیجه میرسیم که هرگاه ما یک شی نبینیم میتونیم توسط یک از حواس دیگه خود که عبارت از حس لامسه است او را تشخیص کنیم یا شناسایی کنیم. این فعالیتی که برای تشریح بهتر اهمیت حس لامسه ما شما میتونیم از او استفاده کنیم.